سلام. می‌خوایم تنظیمات کامل دوربین آیفون رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که هر کدوم چه تأثیری روی کیفیت تصویر ما میذارن. از ستینگ وارد کامرا میشیم و همونطور که می‌بینید گزینه‌های مختلف تنظیمات رو داریم. ریکورد ویدیو رو انتخاب می‌کنیم. تو قسمت اول ریکورد ویدیو ترکیب‌های مختلفی از فریم ریت و کیفیت رو می‌بینید. برای بهترین کیفیت 4K رو انتخاب کنید. درسته که خیلی حجم بیشتری نسبت به فول اچ دی داره، ولی به همون نسبت کیفیت بیشتری هم داره. برای فریم ریت توی نور روز 60 فریم رو انتخاب کنید. چون آیفون دیافراگم متغیر نداره، بنابراین توی نور روز سرعت شاتر رو میبره بالا و این باعث میشه که تو تصویرهای 24 و یا 30 فریم تصویرتون نرم نباشه یا حالت پرشی پیدا کنه. اما زمانهایی که نور کمتره میتونید از فریم ریت های 24 و یا 30 استفاده کنید. نه تنها دیگه اون حالت پرش رو نداره، بلکه به خاطر اینکه سرعت شاتر رو میاره پایین و از ایزوی کمتری برای تصویربرداری استفاده میکنه، تصویرتون با کیفیت‌تر و شارپ‌تره. گزینه شو فرمت رو که بزنید اجازه فیلمبرداری 25 فریم بر ثانیه رو بهتون میده. تو کشورهای مثل ایران که فرکانس شبکه برق 50 هرتز، اگر با فریم ریت های 30 و یا 60 فیلمبرداری کنید، احتمال اینکه با فلیکر زدن روبرو بشین خیلی زیاده. فیلمبرداری با فریم ریت های 25 و 50 فلیکر زدن رو خیلی کمتر میکنه، ولی کاملا حلش نمیکنه. برای رفع کامل مشکل باید بیاین برنامه‌هایی مثل فاینال کات کامرا یا بلک ماجیک رو از اپ استور دانلود کنید و سرعت شاترتون رو روی 1/100 تنظیم کنید. اینجوری مشکل فلیکر زدن کاملا از بین میره. گزینه Enhanced Stabilization میاد با کمی زوم کردن تصاویر بدون لرزش تری رو بهتون میده. اگر روی سپایه فیلمبرداری میکنید میتونید خاموشش کنید چون تصویر وایت تری رو بهتون میده. اگر فرق خاصی رو بین حالت خاموش و روشن نمیبینین، دلیلش اینه که اپل نمیذاره توی اپ دوربین خودش لرزشگیری به طور کامل غیر فعال بشه. فقط به این تصویر تو فاینال کات کامرا نگاه کنید تا متوجه منظور من بشین. گزینه اکشن مود لویر لایت میاد زمانهایی که نور کافی در اختیار ندارین میزان لرزشگیری اکشن مود رو کم میکنه. علتش هم اینه که اکشن مود در واقع یک کراپ از یک تصویر بزرگتره. هر چقدر شما کراپ کمتری داشته باشید، لرزشگیری کمتری دارید ولی کیفیت بیشتری دارید. گوشی‌های اپل از زمان آیفون 12 میتونن ویدیوهای HDR 10 بیت با دالبی ویژن ضبط کنن. احتمالاً موقع اسکرول محتوای اینستاگرام با آیفون متوجه چنین پدیده‌ای شدین. این یعنی اون محتوا به صورت HDR رو با آیفون ضبط شده. محتواهای HDR آیفون به صورت SDR هم قابل پخش هستند، اما اگر تدوینگر از سینتون نرم افزارهایی مثل پرمیر به مشکل برمیخورید میتونید این گزینه رو خاموش کنید. گزینه اوتو FPS میاد زمانهایی که نور کمه فریم ریت رو از 60 به 30 و یا 24 کاهش میده. این کار باعث میشه که شما از سرعت شاتر کمتری استفاده کنید، نور بیشتری داشته باشید و نویز کمتری رو هم تجربه کنید. اما تو پروژه‌های حرفه‌ای چون این تغییر فریم ریت باعث تغییر نرمی تصویر میشه، این گزینه رو خاموش کنید. گزینه لاک کامرا اجازه سوئیچ بین لنزهای مختلف رو بهتون نمیده موقع فیلمبرداری. مثلا اگر با لنز واید شروع کنین دیگه نمیتونید تصاویر اولترا واید بگیرین و حتی زوم 5 ایکس تون هم یک کراپی از تصویر لنز وایدتونه. یا اگر با لنز تلفوتو شروع به فیلمبرداری کنین دیگه نمیتونید به زوم حتی 4.9 ایکس برگردین. درسته که کیفیت زوم تصویرتون رو کم میکنه، اما دو تا نکته داره. یکی اینکه این افکت جابجایی بین لنزها توی تصویرتون دیگه نمیفته و توی سوژه‌های کوچیک‌تر و نزدیکتر دیگه شاهد تغییر زاویه دید دوربین نیستیم. گزینه لاک وایت بالانس میاد، وایت بالانس تصویرتون رو بعد از شروع فیلمبرداری قفل میکنه و این باعث میشه که رنگ اجسام مختلف وایت بالانس تصویرتون رو به هم نریزه. فقط به تغییر رنگ نور لامپ روی سقف نگاه کنید تا متوجه تاثیر خاموش و روشن بودن این گزینه توی تصویرتون بشین. بعد از ریکورد ویدیو به ریکورد اسلومو میرسیم که مربوط به ویدیوهای صحنه آهسته است. سه تا گزینه داریم: 80 240 فریم بر ثانیه، 80 120 فریم بر ثانیه و 720 پی 240 فریم بر ثانیه. تصاویر 240 فریم بر ثانیه نسبت به 120 فریم بر ثانیه 2 برابر اسلو موشن بیشتری دارن، اما کیفیتشون خیلی کمتره و همچنین با فریم ریت متغیر ضبط میشن. بنابراین از نظر من برای ویدیوهای صحنه آهسته همیشه 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنید. رسیدیم به ویدیوی سینماتیک. برای بهترین کیفیت از 4K 30 فریم بر ثانیه استفاده کنید. افتون بیشتر از 56 باشه، سوژه به گوشی نزدیک باشه و از بک‌گراند فاصله داشته باشه. اینجوری خطای تشخیص سوژه از پس زمینه خیلی کمتر میشه. اگرم به جای بوکه مصنوعی یا بوکه طبیعی خواستین، میتونید با لنز واید سوژه رو به گوشیتون نزدیک کنید و همونطور که میبینید این بلر زیبا شکل میگیره. گزینه ریکورد ساوند تو گوشی من که آیفون 15 پرو مکس تنظیمات خاصی نداره. یه دونش اینه که شما میخواین صداتون استریو یا مونو ریکورد بشه که همون استریو رو بذاریم بمونه و دیگری گزینه الو آدیو پلی بک. گزینه الو آدیو پلی بک بهتون اجازه میده زمان پخش آهنگ فیلمبرداری هم بکنید. منوی بعدی منوی فرمتشه که بعد از اینکه واردش شدیم تو قسمت اول یعنی کامرا کپچر دو تا گزینه داریم: موست کامپتیبل و های افیشنسی. های افیشنسی میاد عکس ها رو به صورت HEIF و فیلم ها رو به صورت HEVC یا H265 ضبط میکنه. اما موست کامپتیبل عکس ها رو به صورت JPEG و فیلم ها رو به صورت H264 ضبط میکنه. عکس ها و فیلم های های افیشنسی حجم کمتری دارن، اما ممکنه بعضی از دستگاه ها و یا نرم افزارها اونها رو ساپورت نکنن. ویدیوهای HDR 4K 60 فریم بر ثانیه و 80 240 فریم بر ثانیه در هر صورت به صورت HEVC ضبط میشن. قسمت بعدی یعنی فوتو مود بهتون میگه که دلتون میخواد عکس‌های دوربین واید 48 مگاپیکسلیتون 12 مگاپیکسلی ذخیره بشه یا 24 مگاپیکسلی.
من خودم عکسای 12 مگاپیکسلی رو انتخاب میکنم چون از لحاظ کیفیت آنچنان فرقی نمیکنن، ولی اینکه تمام عکسای گوشیتون 12 مگاپیکسلی باشه توی تدوین خیلی به کارتون میاد. گزینه پرورا و رزولوشن کنترل بهتون دو تا آپشن میده. یکی اینکه با سنسورهای 48 مگاپیکسلی گوشیتون عکسای 48 مگاپیکسلی بگیرین و دومی عکس برداری با فرمت پرورا، فرمتی که داینامیک رنج بیشتری داره، 10 بیتی و رنگ‌های بیشتری در اختیارتون میذاره، اما به همون نسبت حجم بیشتری هم داره. و قسمت ویدیو کپچر که بهتون اجازه فیلمبرداری پرورز رو میده. پرورز یک فرمت فیلمبرداری مثل H264 یا HEVC، با این تفاوت که فشردگی خیلی کمتری داره و حجم خیلی بیشتری داره. پرورز انکودینگ بهتون میگه که چه محتوایی رو میخواین با این فرمت ذخیره کنین: STR، HDR و یا لاگ. تصاویر پرورز به صورت 4K و حداکثر تا 30 فریم بر ثانیه روی حافظه داخلی گوشیتون ذخیره میشن. و اگر میخواین تصاویر 4K 60 فریم بر ثانیه بگیرین، باید یک حافظه خارجی مانند SSD به گوشیتون وصل کنین. گزینه پریسرو ستینگ میاد تنظیماتی که توی برنامه دوربین آیفونتون اعمال کردین رو نگه می‌داره و دیگه به مقادیر پیش‌فرض برشون نمیگردونه. به عنوان مثال زوم پیش‌فرض عکس‌های پورتره 2x. اگر شما با این لنز 5x عکس برداری کنید، برنامه دوربین رو ببندید و باز کنید، باز برمیگرده به 2x. اگر توی پریسرو ستینگ پورتریت زوم رو فعال کنید، همیشه همون 5x باقی میمونه. گزینه یوز والیوم آپ فور برست بهتون اجازه میده که با نگه داشتن ولوم بالا عکس‌های سریع پشت هم بگیرید. این کار رو میتونید با نگه داشتن دکمه شاتر و کشیدنش به سمت چپ هم انجام بدین. اگر هم این گزینه خاموش بشه و دستتون رو روی ولوم بالا یا پایین نگه دارین، تا زمانی که دستتون روی دکمه هست براتون فیلم میگیره. گزینه اسکن کیو آر کد محتوای کدهای کیو آر رو بهتون نشون میده و اگر لینکی باشه اون لینک رو براتون بالا میاره. گزینه بعدیش هم میاد متن‌هایی که دوربین تشخیص داده رو بهتون میده و اجازه میده که ازشون استفاده کنید. کامپوزیشن 4 تا گزینه داره. گرید بهتون یک جدول 3x3 میده که میتونید ازش برای بستن بهتر قابتون استفاده کنید. لول بهتون نشون میده که دستگاهتون صافه یا کجه. میرور فرانت کامera هم به درد کسایی میخوره که دوست دارن سلفیشون آینه‌ای باشه. اگر هم خاموش بود میتونید عکساتون رو توی ادیت آینه‌ای کنید. گزینه ویو اوتساید فریم هم میاد اون چیزی که خارج از کادرتون هست رو هم بهتون نشون میده تا اگر از سوژه خاصی عکس بگیرین راحت‌تر پیداش کنید. فوتوگرافیک استایل میاد بهتون میگه که دوست دارین عکساتون بیشتر با چه حال و هوایی ثبت بشه و یه چیز کاملا سلیقه‌ایه. یکی از عکسای سردتر خوشش میاد، یکی از عکسای گرمتر. گزینه بعدی یعنی مین کامera میاد بهتون میگه که دوست دارین فاصله کانونی پیش‌فرض لنز وایدتون چقدر باشه. واقعا چیز خاصی نیست، با همون زوم دیجیتال خودمونه. گزینه بعدی یعنی پورتریت این فوتو مود بهتون اجازه میده که عکس‌های معمولیتون هم تبدیل به پورتره کنید، اما باید یادتون باشه که عکس‌های پرورا و 48 مگاپیکسلی از این قابلیت بی بهره‌اند. گزینه پریوریتایز فاستر شوتینگ میاد با کمی کاهش کیفیت عکس‌ها بهتون اجازه میده که سریعتر عکس بگیرید. علت این کیفیت کمتر هم اینه که پردازش کمتری روی عکس انجام میشه. گزینه لنز کورکشن میاد دیستورشن عکس لنزهای اولترا واید و واید رو اصلاح میکنه. گزینه آخر یعنی ماکرو کنترل بهتون اجازه میده که به صورت دستی به حالت ماکرو سوئیچ کنید. اگر این گزینه غیر فعال باشه، خیلی وقتا دستگاه به صورت خودکار به حالت ماکرو سوئیچ میکنه و ممکنه که تصویر شما رو خراب کنه. ممنون میشم که اگر این ویدیو براتون مفید بود با زدن دکمه‌های لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید و نظراتتون رو برام توی کامنت ها بنویسید. تا درودی دیگر، بدرود.